خراب کردم. من یه کتابی رو خوندم، خیلی وقت پیش خونده بودم. من دارم دوره میکنم کتابایی که خوندم و بعدن سال 1902 نوشته شده این کتاب، در مورد ایمپریالیسموس، در مورد فکر کنم به زبان انگلیسی هم هست. خیلی جالبه، اگر که بتونی تهیه‌اش بکنی. به زبان آلمانی دیگه پیدا نمیشه این کتاب، دیگه کلا توی زبان آلمانی نیست. من حتی عکسشو بذار تو کانال تلگرامت. بچه کانال تلگرام و کوروش رو داشته باشین، لینکش هست، عضو بشین. خیلی چیزا توش هست. من بیشتر این ویدیوهایی که میگیرم رو اسناد مدارکش تو کانال کوروش من پیدا میکنم، ویدیوشو میگیرم. همه چیز اونجا با ترجمه، هم به زبان آلمانی هم گذاشته دیگه، درسته؟ آره این آره. صفحه رو الان من همینو خوندم توی تلگرام گذاشتم. این الان توی تلگرام گذاشتم، اگه بخوام میتونم بخونم. الان این چیزایی هم که دارم میگم آره بگو. الان توی تلگرام هست، سندش توی اونجا. حالا صفحاتش هم اگر خواستیم همین الان میگم، چون جلو دستم این چیزش همین الان گذاشتم. بگو بعدم راحت باش، وقت من دارم، راحت باش بگو صحبت. آره من خودم میخوام برم بخوام ساعت 2 شب اینجا. بعدم توی اینجا میاد در مورد ایمپریالیسموس مینویسه، در مورد امپراتوری ما یه زمانی داشتیم، امپراتوری هخامنشیان. یه زمانی داشتیم اینا فقط به اونجای حکومت میکردن که واقعا زیر پرچم خودشون بود، یعنی یه نقشه‌ای وجود داشت، به اینجا حکومت میکردن. یا امپراتوری روم ما داشتیم، روم غربی شرقی، حالا بیزانس بعدش بهش گفتن. یا امپراتوری‌های دیگه‌ای که مثلا عثمانی به وجود اومد. اینا امپراتوریایی بودن که مرزشون معلوم بود، میگفتن که اینجا برای ماه. اما یک امپراتوری در انگلیس به وجود اومد. این امپراتوری این خیلی هم مهمه برای این قیام ما. این قیامی که ما داریم میکنیم ما باید بدونیم به کجا داریم میریم. من دقیقا الان از همین کتاب میکشونمش به همین عصر جدید که بهتون بگم من دیگه 100 بار فکر کنم گفتم ما با تمام جهان داریم میجنگیم. ما با جمهوری اسلامی نمیجنگیم، ما با تمام جهان داریم میجنگیم. و به خاطر همین قیامی که ما میکنیم یک قیامیه که توی تمام جهان تأثیر میذاره. ما 47 ساله با تمام جهان، حتی توی همون جنگ 8 ساله هم من یه سری در مورد صحبت کردم، گفتم که فرق جنگ جهانی سوم که میگن در ایران اتفاق افتاد. جنگ جهانی یعنی چی؟ یعنی کلیه کشورهای جهان توی اون جنگ شرکت داشته باشن. و دقیقا در جنگ 8 ساله ایران و عراق کل جهان علیه ایران شده بودن، علیه مردم ایران شده بودن. حالا فرق جنگ جهانی سوم که در ایران اتفاق افتاد با جنگ جهانی اول و دوم چیه؟ این بود که در جنگ جهانی اول یک امپراتوری وجود داشت به نام امپراتوری آلمان. پرویسن در اون زمان بهش میگفتن. پرویسن الان آلمان الان هم نیست. پرویسن لهستان جزوش بود و کشورهای دیگه جزو آلمان جزوش بودن. اینها شروع کردن 4 تا کشور دیگر هم همپیمان خودشون کردن و علیه کشورهای دیگه می‌جنگیدن. یعنی کل جهان شده و به دو دسته. یکی همپیمان آلمان بود، یکی هم همپیمان انگلیس و فرانسه و غیره. و بعدش هم روسیه، که روسیه در وسط جنگ جهانی اول از بین رفت، انقلابی درش به وجود اومد. و در جنگ جهانی دوم همینطوری بود. دقیقاً جهان به دو دسته تقسیم شده بود. یه دسته با آلمان و ایتالیا و به حساب اینا همشون، یه ژاپن و اینا همشون همپیمان شده بودن بر علیه دیگران. اما در ایران جنگی که اتفاق افتاد، جنگ نابرابر که چی بگم، یک مشت بیشرف رو گذاشتن داخل ایران و حتی یک آخوندی هم به صراحت میگفت به ما سلاح میدادن و ما قاچاق میکردیم میآوردیم توی ایران. یعنی سلاح رو میآوردن توی ایران پخش میکردن که مردم ایران همدیگر رو بکشن. از اون ور جمهوری اسلامی شروع کرده بود همه رو به طور سیستماتیک کشتن. از اون ور مجاهدین جهاد میکردن، اصلا اسم مجاهدین روشه، جهاد میکردن. از اون ور چپی ها بدتر از مجاهدین و غیره، اینا به جون هم افتاده بودن و همدیگر رو میکشتن. و اعدام هایی که در ایران میکردن الان دارید میبینید جوی خون. من از یه شخصی شنیدم میگفتش که توی کامیون میریختن آدمایی که کشته بودن و پشتش یه ماشین دیگه رد میشد که این خونا رو بشوره ببرن قبرستون. الان هم توی تبریز هم حتی یه دونه پیدا کردن، قبر دست جمعی، گفتم مال یه زمان دیگه ای بوده. قبرهای دست جمعی بعد از جمهوری اسلامی معلوم میشه. میخوام اینو بهتون بگم که ما بر علیه کل جهان میجنگیدیم و بر علیه جمهوری اسلامی هم داشتیم میجنگیدیم. این شد جنگ جهانی سوم، یک جنگ کاملا نابرابر. اما در این کتاب میاد در مورد امپراتوری مدرن صحبت میکنه. میگه امپراتوری که الان هست فرق میکنه با امپراتوری گذشته. چرا که
امپراتوری که الان هست امپراتوری بانک های. میگه انگلیس بالفرض مثال توی فلان کشور توی فلان کشور توی فلان کشور سربازاشو فرستاده، اما خود انگلیس هیچ پولی در نمیاره، ضررش بیشتره سودشه. اما چرا سربازاشو فرستاده توی مثلا، حالا من مصر رو مثال میزنم چون توی این کتابم به صراحت نوشته مصر رو مثال میزنم. میگه بانک ها میرن به مصر وام میدن و کاری میکنن، هرج و مرج را میدادن توی مصر که این حکومت مصر بدهکار بشه و نتونه وامش رو پرداخت بکنه. حالا سود بانکی میاد روش، سود بانکی که میاد روش اینا بیشتر بدهکار میشن. بدهکاری اینا تا جای میره که هر چیزی که این بانکدارها گفتن اینا باید انجام بدن. به اینها میگن اولیگارشن. البته خود اولیگارش ها بالفرض مثال تو هم میتونی یه اولیگارش باشی. یک گروهی دارن به نام الیته، الیت برگزیده است. الیت فکر کنم توی زبان انگلیسی هم باشه. حالا در اینجا اگر سوالی هم داشتی بپرس، اگه حوصله‌ام سر رفت بگو من قطعش بکنم. نه اوکیه، دارم گوش میدم. در اینجا میاد میگه که حالا این بانک ها وامو دادن، تموم شد، بدهکار شدن. این دولت ها میرن توی اونجا، اگر حکومت نتونه این پولو بده میرن توی اونجا حکومت رو جابجا میکنن، یک حکومت جدید میارن. چرا که بالفرض مثال جمهوری اسلامی الان دیگه به درد اینا نمیخوره. به همین جمهوری اسلامی کلی وام دادن، در همین زمان حال کلی وام دادن. یعنی حکومت بعدی که بیاد جمهوری اسلامی که بره، ایران یک کشور بدهکاره. حالا موضوع به همینجا ختم نمیشه. اینا اومدن چه کار میکنن؟ توی کشورهایی که هرج و مرج راه افتاده، از زمان ناپلئون این اتفاق میفته. حالا من برمیگردم به ناپلئون. میرن توی اونجا زمین ها رو میخرن. شما الان فکرشو بکن، فکر کردی واسه چی خوشحالی توی ایران اومده؟ فکر کردی اینا بیشعورن؟ ما در یک زمانی داریم زندگی میکنیم که به راحتی تو میتونی خوشحالی رو از بین ببری. واسه چی خوشحالی توی ایران اومده؟ همه کارهاشون آگاهانه است. اومدن اولین کاری که کرد خمینی، اومد کل ایران رو سوراخ کرد. بابای خود من کشاورزه. خب اومدن کل ایران رو سوراخ کردن، آبهای زیرزمینی رو کلن کشیدن. بعدش اومدن سدسازی کردن. سد زمانی که یه جایی ساخته بشه آب جمع میشه، گرم میشه و تبخیر میشه. اما زمانی که حرکت داشته باشه آبهای زیرزمینی پر میشه و اون آبم تبخیر نمیشه و قابل مصرفه. یعنی کشاورزی رو در سراسر جهان میتونستن، ایران میتونستن حمایت بکنن. حالا اومدن این کارا رو کردن، ایران رو خوش کردن و الان به قیمت مفت دارن زمینهای ایران رو میفروشن. به چه کسایی؟ به همین بانکدارها، به همین اولیگارشا. سردارای سپاه رو انداختن جلو. کسایی که توی روستا زندگی میکنن دقیقا میدونن. سردارای سپاه رو انداختن جلو، دارن زمین میخرن، نه پول ندارن که از کجا آوردن. اینا دقیقا برای همونا کار میکنن. یعنی جمهوری اسلامی بره، ما یه مملکتی رو میگیریم که بیشتر زمینش رو فروختن. خب بعد کوروش، داستان این کشت و کشتار و اعدامی ها چیه الان؟ چرا اینا که دارن حالا اینا زمین ها رو میدن چرا دارن اعدام میکنن؟ چرا الان مثلا اینا واسه آخرش میشه. اذان صبح امروز هم احتمالش هست که 2 عزیز رو اعدام بکنن. من با خودم صحبت کردم، بهت گفتم که خود نتانیاهو به صراحت برگشت گفتش که ما به عنوان ناجی میایم داخل ایران. ناجی یعنی چی؟ یعنی من و تو خسته شده باشیم، از همه چیز بریده باشیم، دستمون دراز باشه، یه کسی بیاد به ما کمک. اسرائیل هیچ وقت به ما کمک نمیکنه، آمریکا هیچ وقت به ما کمک نمیکنه. اینا اگر میخواستن کمک بکنن، زمانی که خمینی مهمات نداشت به راحتی میمدن توی ایران، خمینی رو یقهشو میگرفتن، مثل پشت میگرفتن، مثل یه موش صحرایی مینداختنش بیرون. هیچ کاری هم نداشت، اما بهش مهمات دادن. و این یک فاجعه تاریخی شده در تاریخ. اصلا توی هر جای کنترا افره بزنی، خیلی از منتقدانی که همین الانش هم دارن اسرائیل رو نقد میکنن میگن شما اگر که این دشمنتون بود چرا اومدید بهش مهمات دادید؟ انسان باشعور از خودش سوال میپرسه دیگه. اینا زمانی که نتانیاهو میگه ما میایم ناجی میشیم، یعنی بعد کاری بکنه، کاری اتفاقی در ایران بیفته که مردم ایران از ته دل بخوان که یه کسی بیاد ناجی اینا بشه. و به خاطر همین جمهوری اسلامی اومد کشتارهای بیشماری انجام داد.
که نفرت در ایران، خود خامنه ای قبل از اینکه من در مورد این صحبت بکنم، خود خامنه ای در روسیه رفته یه دوره دیده. خب اینو همه میدونن. اسنادش اما هست. آره، اما روسیه مال کیه؟ شما بزن توی اینترنت، زمانی که روسیه وارد اوکراین شد کلیه اولیگارش های روسیه رو تحریم کردن، به جز چند نفر. اون چند نفر کیا هستن؟ حتی پوتین هم تحریم کردن. این چند نفر یهودی هستن. خود لنین یهودی بود. کسی که لنین رو آورد روی کار، یک با کمک همین خانواده روتشیلد بود که آوردنش روی کار، یعنی یک یهودی واسطه اینا شده بود. و اینو میخوام بهتون بگم که رفته توی اونجا درس دیده. و روسیه کشوریه که اون زمان شوروی بود، اولین کشوری که اسرائیل رو به رسمیت شناخت. اولین که، یعنی روسیه نمیاد که اسرائیل رو چیزش بکنه، به جاش بذاره. اما اینا میان چه کار میکنن؟ حالا توی ایران اومدن دارن ایرانی‌ها رو میکشن. چرا؟ چون ایرانی‌ها آرزوی این خامنه‌ای در دستور میده دیگه. خامنه‌ای که رفته توی روسیه درس خونده، ایرانی‌ها بگن ما منتظر ناجی هستیم و اسرائیل بیاد بگه ما ناجی شما بودیم. اسرائیل هیچ وقت ناجی ما نیست. ما سرزمین اسرائیل رو به یهودیان هدیه دادیم دوباره، برای بار دوم. اگر جمهوری اسلامی نبود کشور اسرائیلی وجود نداشت. هر شما توی حماس میخواستن برن، گفتن که آره ما مظلومیم، رفتن کل غزه رو گرفتن. نوش جونشون، بگیرن، من اصلا با این مشکلی ندارم. همون زمانی هم که هخامنشیان اسرائیل یهودیان رو آزاد کردن، یه قومی 50 سال بود در تبعید بودن. اینا قومی اونجا نشسته بود، یعنی سکنا پیدا کرده بودن. بعدش اومدن پیش داریوش بزرگ و بهش گفتن که آره اینطوریه. گفتن خب باشه ما اینا رو بیرون میکنیم. زمان داریوش کلا بیرون کردن، معبدشون رو زمان خشایارشا ساختن، تکمیلش کردن و غیره. پس اون زمان هم همین مشکلات بوده. الان هم مشکل نداره که یه زمانی رومی ها اینا رو روندن، بعدش اعراب اومدن اینجا رو گرفتن، الان هم بیرونشون بکنن. به ما چه ربطی داره؟ چرا ما باید تاوان بدیم؟ الان اگر جمهوری اسلامی نبود اسرائیل وجود نداشت. هر سری میگه جمهوری اسلامی میخواد ما رو نابود بکنه، مرزش رو گسترش میده. نوش جونش بگیره. الان هم من اینو میخوام بهتون بگم، اسرائیل، من یادتم باشه بهت گفتم اسرائیل که حمله میکنه. همه این برنامه ها همش برنامه چیده شده است. ما اگر بدونیم کجا داریم میریم میتونیم ایران رو نگه داریم. زمانی که محمد رضا شاه رفت اینا بهش گفتن بره، چون بعد جنگ را مینداخت. خودش به صراحت قبول نکرد. آره قبول نکرد. خودش به صراحت گفتش که من اومدم در آلمان و بعد از 9 روز مجبور شدم ایران رو ترک بکنم. خب مجبور شدم یعنی چیزایی براش گذاشتن که تو باید این کارا رو بکنی. و اگر محمد رضا شاه این کارو میکرد دقیقا مثل آلمان میشد شرقی غربی. آلمان قرار بود به 4 قسمت تقسیم بشه. آره اینا شرق غربی شد. آره بعدش به 2 قسمت تقسیم شد، چون 4 تا کشور بودن که با هم آلییرتن بهش میگن در زبان آلمانی، که با هم به آلمان حمله کردن و به 4 قسمت در حقیقت تقسیم شد. اما 3 قسمتش انگلیس و فرانسه و آمریکا گفتن ما کلا اینجا رو درستش میکنیم، بر علیه شوروی شروع بکنیم اقدام بکنیم. زمانی هم که محمد رضا شاه رفت، اگر جنگ را مینداخت ایران تیکه تیکه میشد. کاری که الان جمهوری اسلامی 47 ساله داره میکنه با جوک هایی که ساخته و غیره. اینا اصلا هدفشون اینه که ایران رو تیکه تیکه بکنن. خار چشمشون شده ایران، خار چشمشون شده. از اون برم اسرائیل میگه اگر که من الان حمله بکنم به ایران و ایران رو آزاد بکنم، من بعد ایران رو کامل به ایرانیا تحویل بدم. اینجا هم به مشکل برمیخورن. میدونی چی بهت میگم؟ چون اگر به عنوان ناجی بیاد و بعدش ایران تجزیه بشه، اینا دیگه به عنوان ناجی نمیتونن محسوب بشن. اینا کسایی هستن که اومدن تخریب کردن ایران رو. میدونی؟ به خاطر همین اینا به مشکل خوردن. و دقیقاً هم توی اینجا در ادامه مینویسه در مورد رسانه ها. الان رسانه های غرب و فلان و این ور اونور در مورد ایران صحبت نمیکنن واقعا. هر چی هم بگن میپیچونن، یه طوری میپیچونن که به نفع خودشون بشه. این ماها ترامپ میپیچونه. ترامپ ما میدونیم حمله میکنن. آره کار هم اسرائیل میکنه، اما هر موقع میاد پشت میکروفون
چیزای تکراری میگه، چیز جدید نمیگه. آره تو باید بری روزنامه‌های به زبان انگلیسی رو در کشور خودت بخونی ببینی چی نوشته. هر چیزی که اینا میگن اینا صدای بدشون ما از ترامپ میاد، چیزی نمی‌نویسن راجع به ترامپ. از کانادایی. توی آمریکا هم برم بخونم، من توی آلمان هم دیگه. اصلا ما اینجا یکی از شعارهایی که ما میدادیم میگفتیم که به رسانه‌های آلمان میگفتیم اگر که شما طرف ما نیستید لااقل خفه خون بگیرید، ننویسید چیزی. نمی نویسن اون حقایق رو نمی نویسن. هر چیز مثلا دوران مهسا امینی از این سوء استفاده کرده بودن، می اومدن میگفتن که ببینید در ایران هنوز درگیر حجابن، یعنی شما خوشحال باشید که آزادید هنوز، میدونی اینطوری خبر رو میرسوندن. بعدم میاد در مورد رسانه ها میگه همین رسانه ها کلیه رسانه های بزرگ دیگه، حالا من اسمشون رو نمیبرم دیگه، حالا چه توی کانادا باشه چه توی ایران باشه، میگه کلیه رسانه های بزرگ دست همین بانکدار هاست. حالا رسانه های بزرگ حتی توی خود جمهوری اسلامی هم دست همیناه، اصلا ربطی نداره که کی داره چی میگه. اگر چیزهایی رو که اینا میخوان نگن بدبختشون میکنن. ظرف 24 ساعت جمهوری اسلامی میندازن بیرون. جمهوری اسلامی کیه؟ جمهوری اسلامی هیچی نداره، در کمتر از 24 ساعت کل آسمون جمهوری اسلامی گرفتن. اسرائیلی که اصلا یه تیکه است، در کمتر از 24 ساعت هیچ. واقعا آره. پس ما باید بریم، یعنی اگر که میخوایم واقعا ایران آزاد بشه ما باید بریم کف خیابون. ببین انقدر بریم کف خیابون، یعنی ما خودمون رسانه بشیم، اینطوری بهتون بگم. ما آخه اینا هر خودمون دفعه مردم میکشن کوروش. همین الان هم مردم خسته شدن، میترسن، هر بار میرن بیرون اینا کشته میشن. یعنی اگر هر دفعه چند هزار تا ایرانی بخوام بکشن، جوونی نمیمونه تو ایران که بخواد ایران رو آزاد بکنه. همون دیگه، ما به همین جا ببین اسرائیل دقیقا همین رو میخواست. اصلا زمان جنگ جهانی اول هم که تموم شد، جنگ جهانی اول من سندش هم گذاشتم توی تلگرام، این خانواده روتشیلد توی ایران نصف ایرانیا مردن، جز اینه تقریبا 50% ایرانیا مردن. وزیر خارجه انگلیس نامه میزنه به شیلد و میگه که اویق مایستد، میخوام به عرض شما برسونم که کشور شما آزاد شد، ما با کشور شما چه کار بکنیم. حالا همین وزیر خارجه باعث این شد که نصف ایرانی ها بمیرن در ایران. میخوام بهتون بگم اینا همش به هم دیگه ربط داره. اینا همین امروزش هم اگر نصف ایرانی ها بمیرن برای اینا اصلا مهم نیست. 100%. مگه تو سوریه نبود؟ اصلا آره سوریه، من هم کلاسی سوری داشتم، میگفتش که آدما رو همینطوری چال میکردن. کدوم رسانه اومد پوشش داد؟ فقط زمانی اومدن پوشش دادن که میخواستن پناهنده رو بیارن اینجا. پناهنده هم که آوردن برای این بود که اینجا رو اسلامی بکنن. اینجا پایانشه، اینجا اروپا پایانشه و خاورمیانه آغازشه. به خاطر همینه که من میگم آقا تعصبی نگاه نکنید به یه چیزی. من خیلی وقتا اومده شده طرف اومده میگه آره اومدی فلان داری اسرائیل ستیزی میکنی. عزیز من اسرائیل یهود ستیزی چی؟ ما یه دونه قوم یهودیت داریم، من بهشون احترام میذارم، یه دونه دولت یهودی داریم، من به هیچ دولتی احترام نمیذارم. هر دولتی جایگاه نقد داره، تموم شده رفت. ما باید بدونیم داریم با کی میجنگیم. ما اگر ندونیم به مشکل میخوریم. حالا بعضیا خوششون بیاد، بعضیا خوششون نیاد، این یه امر واقعیت دیگه، مردم باید واقعیت رو بدونن. حالا یه جایش تلخه، یه جایش هم شیرینه. متوجهی؟ آره آخه یه چیزایی رو بالفرض مثال خیلیا برای خودشون، مثلا همین مسلمونا رو من میگم، کس دیگه یا مثال نمیزنم، همین مسلمونا میان بالفرض مثال برای خودشون علی و خیلی هم مسلمونا آدمای خوبی هستن، همشون اینطوری جانی نیستن که، برای خودشون علی و حسن و حسین و محمد و انسانهای با شرفی درست کردن. زمانی که ما میایم بهشون میگیم بابا اینا شرف رو اصلا نمیشناختن، کلمه شرف به زبان آلمانی بهش میگن فرم ورد، یعنی یک کلمه غریبه ای اصلا برای اینا وجود نداشته، اصلا وجود نداشته کلمه شرف.
شما اومدید برای خودتون توهماتی رو درست کردید که بگید ما انسان‌های با شرفی رو دنبال. نه، زمانی که من میام بهشون حقیقت رو میگم یا تو میگی، خب این بهشون بر میخوره. چرا؟ چون داری از اون توهمشون میاریشون بیرون، بهشون بر میخوره. الان هم همینه، شما نشستید یه مشت اخبار رو خوندید و زمانی که من میام یه چیز دیگه ای رو میگم، اینا یعنی با ما خوب، یعنی ترامپ با ما دوست نیست. نه، نیست. یک ضرب المثل در زبان آلمانی میگه که سیاستمداران در تمام زبانشون دروغ هستن. اگر هر کسی میخواد باشه، هر کسی میخواد باشه، اصلا انسان چه من باشم چه تو باشی، هر کسی با خودش صادق نیست. روانشناسا میگن اگر انسان یک روز لااقل با خودش صادق باشه، روز بعد انسان قبلی نیست. ما با خودمون صادق نیستیم. حالا توقع دارید که یک سیاستمدار بیاد با شما صادق باشه؟ خب توقعتون بیجا. مگه نگفتن مردم اگر بکشن ما سریع اقدام میکنیم؟ الان دو تموم نفر شده میخوان رفت. اعدام، همین الان 2 نفر میخوان اعدام بشن که امکانش هست تا 2 ساعت دیگه یا تا 3 ساعت دیگه، حالا هر چقدر دیگه امکانش هست اعدام بشن. چرا ترامپ الان کاری نمیکنه؟ آقا واقعیت سنده، اینا همش اسناد آره، مداره که ما آره اینو باید به الان شما بگیم که آقا ما مردم ایران برای کسی مهم نیستیم. اینا برای منافع ملی کشور خودشون تلاش میکنن و یعنی همه آدم کشتن. برای بانک ها، برای ملی خودشون نه، برای بانک ها. برای همون بانک ها، برای پولشون، برای هر چیزی که شما فکرشو کنی. حالا اینکه ترامپ یه چیزی هم گفته، آره حالا کوروش دیگه خودت میدونی، خب ما قرار یه منجی داشته باشیم. خود بیبی هم گفته که الان وقتش رسیده ما شما رو آزاد کنیم. خودش هم گفته آره شما یه بار خودش ما رو گفته آزاد دیگه. کردیم، الان ما. خب ترامپ یه همه هزینه کرده و ورده اونجا. ما میدونیم یه حمله ای هم میشه، آزادم میشه ایران. یعنی من مطمئنم ایران آزاد میشه دیگه، تمام. مردم هم الان دارن میگه آقا ما کمک میخوایم، آقا ما یه منجی میخوایم. الان هم آره. تمام این کسایی که الان تو لایو همه میگن آقا حمله چی شد، آزادی ایران چی شد، بچه ها رو دارن اعدام میکنن، بچه ها رو دارن میگیرن، بچه ها رو کشتن، ما یه منجی میخوایم. ما میدونیم بیبی این کار رو انجام میده، اما اینکه کی رو نمیدونیم. اما اینکه ما بیایم بگیم آره جون ما مردم ایران برای سیاستمدارا مهمه، نه عزیز، نه. من نمیتونم دروغ بگم. جون اون ما مردم ایران برای هیچ سیاستمداری ارزش نه. نداره. مگه بله. همین الان ترامپ ارتش نداره جفت ایران؟ یعنی همین الان نمیتونه جلو همین اعدام رو بگیره؟ اصلا با یه تماس نمیتونه جلو اعدام رو بگیره؟ بابا بس دیگه. آخه جهالت هم دیگه حدی داره، هر چیزی یه حدی داره. آقا واقعیت ها رو بدونین بپذیرین، بپذیرین. همین. من این چیزا رو نمیدونستم. من خیلی چیزا رو از کوروش یاد گرفتم. شاید یکی دیگه از کوروش یاد بگیره، شاید یکی دیگه هم از من یاد بگیره. همینجوری به هم یه علم و آگاهی رو میدیم، سواد سیاسیمون بره بالا، دیگه ما بدونیم با کی طرفیم، بدونیم چه بلایی باد سر مملکتمون بیاد، بدونیم چطور از مملکتمون دفاع کنیم. تموم شده رفت. اصلا بابا من مثال سیاستمدارها رو نمیزنم. شما دو تا مغازه بغل هم که وسایل اجناس مشابه همدیگر رو میفروشن، شما نمیتونی باشون کنار بیای. این دو نفر نمیتونن با هم دیگه کنار بیان. حالا فکرشو بکن، موضوع یک کشوره. 100% نمیتونن اینها. من 100 بار گفتم و بازم میگم، اینا زمانی بیخیال جمهوری اسلامی میشن که ضررش بیشتر از سودش بشه. بله. و این چگونه اتفاق میفته؟ من توی انقلاب زن زندگی آزادی هم گفتم اگر امروز خیابونا خالی بشه داخل ایران، وظیفهشون رو انجام بدن، اومدن سپر کردن خودشونو، الان نوبت ماه. ولی چی؟ سازمان زن زندگی آزادی یه سازمانی بود اسمش روشه، سازمانه در عرض فکر کنم 48 ساعت چقدر درست شد یه دفعه. از کجا میاد یه دفعه؟ کی میتونه یه همچین کاری بکنه؟ همین جنبشی هم که ما الان راه انداختیم، خب این جنبش طول کشیده تا درست شده، تا همه همدیگر رو پیدا کردن. میدونی این جنبش مردمیه. ولی اون زن زندگی آزادی سازمان بود، اسمش روشه، سازمان زن زندگی آزادی. یعنی یه کسی اومده اینو درستش کرده.
الان این جنبشی که راه افتاده، تو اومدی یه ویدیو گذاشتی، من ویدیو گذاشتم، حالا فردا هم دوباره یه دونه دیگه میذارم در مورد همین اعدامایی که میکنن و غیره و فراخوان، همه اومدن گذاشتن. این به این میگن جنبش مردمی، نه اینی که سازمان بیان درست بکنن. توی همین آلمان زن زندگی آزادی داره پول میگیره. بله، سازمان داشته باشی شما پول میگیره از دولت. بله، داره پول میگیره و زمانی هم که یک شخصی پول بگیره همون کاری رو میکنه که اونا بهش میگن. حتی با همین سازمان زن زندگی آزادی خیلی از سیاستمدارهای آلمان و غیر کشورهای دیگه همکاری میکردن، چون سازمان بود، رسمیت داشت. ولی الان اینا نمیان به این راحتی ها همکاری بکنن، چون سازمان نیست، رسمیت هم نداره. الان من یه سوال دارم کوروش. خب ببین، ما یه همچین وضعیتی الان هست، ما میدونیم، خب مشخصه دیگه. خب ترامپ میخواد شاه بشه، به اینکه ایران رو آزاد کنه، خودش حمله کنه، به این نیاز داره که قدرت نمایی کنه، به جهان نشون بده آره من کنه، نشون بده. خب ایران که آزاد میشه 100%. اما بین ترامپ و بیبی هم الان یه سری اختلاف ها هست. بیبی میگه من باید بزنم آزاد کنم، ترامپ میگه من باید بزنم، من میخوام نشون بدم به جهان. یعنی از آره آزاد شدن ایران من مطمئنم یکی از این دوتا میزنه. خب ولی امکانش هم هست که دوتا با هم همکاری کنن، اما نقش اصلی رو بیبی بازی کنه. یعنی آره الان اینا جهان ما دست یهودی هست، باز همینه، ترامپ هم نمیتونه با یهودیا بجنگه. خب خودش و یهودیه، آفرین. خود ترامپ، از طرف مادری یهودیه. خب یهودیت از مادر میاد. خب مادر یهودی باشه خودت هم دیگه یهودی میشه دیگه. الان بیبی داره تلاش میکنه ایران رو کامل تحویل ایرانیا بده، یعنی تجزیه نشه. یعنی از این جهت ما خیالمون راحته که ایران تجزیه نمیشه. اینو توضیح میدم که برای بعضی از این عزیزان که سوء تفاهم یه موقع پیش نیاد، ما میگیم ایران میخواد، نه، ایران تجزیه نمیشه. ما مردم ایران ملیگرا هستیم. اما تو مبارزه چیزی که اصلا نظر شخصی خودمه، میگم مردم نباید دست خالی برن مبارزه. مردم باید مسلح بشن. سال 57 کی با کی متحد شد؟ ملا، چپی، دیگه بگم مجاهدا، چریکای فدایی، حزب آزادی بخش فلسطین، اینا همه با هم متحد شدن، مسلح ریختن. عکس حسن خرسوله هنوز تو خیابونای تهران هست، با اسلحه ریختن بیرون. مردم هم همین الان اگر قرار مردم انجام بدن. اما چیزی که الان ما داریم میبینیم، دو نفر هستن خیلی سفت و سخت ایستادن این که بهترم هست. آره، میگن آقا مردم کاری نکنن، حمایت هم نمیکنن. یعنی اگر ما بریم درخواست بدیم آقا اسلحه بدین، من ایرانی هم میخوام برم بجنگم، ارتش تشکیل بدیم، 1,000,000 ایرانی راحت میره. 1,000,000 ایرانی راحت اگر حمایت کنن میره. خب اما اینا حمایت نمیکنن، نمیکنه. چون دو تا دولت هست، یک اسرائیل، دو آمریکا. این میگه من باید بزنم، اون میگه نه من باید بزنم. بیبی هم امروز رفت. فکر نکنین حالا رفته مثلا فقط یه خاله بازی کنه و صحبت کنه تمام بشه. آره، ترامپ اینجوری نشون میده چون جمهوری اسلامی چشمش رو همین صحبت های امروز بوده، رو این دیدار بیبی و ترامپ بوده که چی خروجیش چیه، چی دارن میگن، چه تصمیمی گرفتن. خب 100% ترامپ میگه آقا تصمیم خاصی نگرفتیم، ما میخوایم مذاکره کنیم. قبل از جنگ 12 روزه هم هی میگفتن مذاکره یهو زدن. کار اینا همینه. و من مطمئنم، یه نظر شخصی خودمه، چیزی که خودم دارم میگم، ایران تجزیه نمیشه. با نظر تو هم موافقم کوروش. اسرائیل میزنه، نه اصلا آمریکا. من توی یکی از لایوام به این اشاره کردم، اینی که مردم مسلح بشن خوبه، میشه جمهوری اسلامی رو ردش بکنی، ولی خطرناک هم هست. اسلحه رو باید میخوای چطوری پس بگیری. آره. من یه مثال ساده میزنم. توی قم موتور قسطی اومد، یعنی هر کسی میتونست موتور بخره. خب باور کن سر هر کوچه‌ای که میرفتی یه دونه هجله گذاشته بودن، جنبشو نداشتن. توی آمریکا اگر که دارن، این فرهنگ سازی شده، ما فرهنگشو نداریم. یارو یه دونه چاقوی کوچیک سر کمرش میذاشت، دیدیم دیگه توی ایران، میرفت آره. واسه خودش دردسر درست میکرد. حالا تیربار اسلحه دستشون بدی، تیربار و موکتبر. آره حالا اسلحه دستشون بدی، جمهوری اسلامی سرنگون کردن، بعدش دنبال دشمن دیگه ای میگردن، نمیخوان اسلحه رو بذارن. این مشکلشه. ولی اگر که از خارج حکومت بیاد، یه کسی بیاد بزنه جمهوری اسلامی بندازه دور و یک حکومت جدید درست بکنه، نه اسلحه دست مردم دادن،
که بخوای دوباره ازشون پس بگیری با به مشکل بخوری. همین که راحت یه حکومت جدیدی رو درست میکنن، چون کسی که حمله میکنه حکومت موقت هم برای خودش میذاره، یعنی میگه که آره مردم ایران ایشونو میخوان، حکومت موقت میمونه تا انتخابات انجام بشه، مردم بیان. ایران هم هیچ وقت مثل عراق و سوریه اینا نمیشه. من 100 بارم گفتم اینایی که میان ترس میندازن، ببین عراق، سوریه، اینها کشورهایی هستند که جزو اسرائیل میشن، سرزمین موعود. ایران جزو اسرائیل نمیشه. حتی خود عربستان، نصف عربستان جزو اسرائیل میشه. هم به قسمتی ما از مصر، نقشه سرزمین موعودم بیارم نشون بدم. آره بدن سرزمین موعود میاد بالا. آره بعدن اینو میخوام بهتون بگم، ایران چون جزو اون نیست، اگر جزوی از اون بود من نگرانش بودم. حتی قسمتی از ترکیه هم که من توی یکی از لایوام هم در موردش صحبت کردم، گفتم که این قسمت زلزله زیاد میاد، آتش سوزی زیاد میشه و غیره، این چیزی که قدیم سرزمین اصلا نبود. موعوده بچه، میبینین؟ آره تا لب مرز ایران میاد. حتی آره ببین اونجا رو گفتم ترکیه هست، میبینی اون آره گوشه بالا رو؟ آره آره، دستتو بذار روش شاید کسی نبینه اینجا اون. اینجا آره اینجا. آره بزنید همینجا، همینجا رو بزنید توی اینترنت ببینید چقدر زلزله میاد، چقدر همین یه ها، چقدر آتش اینجا رو سوزی داره میشه. میگه، اینجا همین یه آره تیکه. همین یه تیکه کلی زلزله میاد، کلی آتش سوزی. چرا مردمش باید تخلیه بکنن اینجا رو؟ اینا بیخیالش نمیشن که، اینا بیخیال اینجا اینجا نمیشن. دقیقا زمانی هم که حکومت اسد رفت، من اومدم در موردش صحبت کردم، گفتم جنگ داخلی را میفته و ترکیه میاد داخل اونجا که الان هم هست، شروع میکنه به خصوص کردها رو سرکوب میکنه. خیلی هم به من پیام میدن، میگن که چرا در مورد کردهای سوریه صحبت نمیکنی؟ ما بعد اول خودمون رو نجات بدیم، بعدا بتونیم صدای دیگران بشیم. ما خودمون الان نیاز به صدا داریم، ما نمیتونیم صدای همه باشیم. برای ما هم سخته، چون اینا از نسل ما هستن، اینا از کسایی هستن که هم نژادن با ما به فکر اونا هستیم، اونطوری نیستش که به فکرشون نباشیم. ولی متاسفانه ما خودمون هم درگیریم. اصلا فارس و کرد در تاریخ به عنوان پسرمون یاد شدن، اینطوری نیستش که ما پسرعموهای خودمون رو یادمون بره. اینا جزوی از ما هستن، جزوی از خانواده ما هستن. حالا شاید اونا ما رو حساب نکنن، ولی ما که تاریخ رو خوندیم 100% بهشون احترام میذاریم، حتی اگر ما رو قبول نکنن. ولی خب زمانش میرسه، زمانش میرسه صداشون هم میشیم. ولی کلا میخوام بهتون بگم ایران هیچ وقت مثل این کشورها نمیشه. بعدم من در مورد همین حمله اسرائیل صحبت کردم، گفتم که اسرائیل حمله بکنه، حالا یا همون حمله قبلی که آمریکا اومد کمکش کرد به عنوان ناجی اسرائیل حساب میشه، یا توی این جنگ زمانی که حمله میکنه مسجد الاقصی باید از بین بره. دقیقاً. اونجا معبد یهودیا قرار درست بشه. یا در این جنگه، یا اینکه ترکیه هم میاد وارد جنگ میشه و عربستان، که در اون جنگ بزرگ کلیه اعراب رو تا وسط عربستان میرونن، به طور عجیبی میرونن ببین به طوری میرونن که در تاریخ اتفاق نیفتاده باشه. یعنی میذارن دمش، هر کسی مون میکشن، هر کسی خواست درا رو باز میذارن فرار بکنن. هیچ کسی در اون سرزمین موعود به نظرت بعد از اون طرح خاورمیانه بزرگ برمیگرده، یا امکانش هست تو همین جنگ هم اتفاقی بیفته و اون تشکیل بشه؟ توی این جنگ به احتمال زیاد، حالا زیاد که نه ولی احتمالش هست که فقط معبد خراب بشه. زمانی که معبد خراب بشه مسلمونا تندروتر میشن و بیشتر به اسرائیل حمله میکنن، و زمانی که اینجا رو شروع بکنن معبدشون رو درست بکنن، به احتمال زیاد عربستان و ترکیه وارد بازی میشن. یعنی ایران حکومتش اومده روی کار، حکومت جدید که قاطی این بازی هم دیگه نمیشه که بخواد وارد این جنگ بشه. یعنی نفت این آخوندا رو یه کشور دیگه بازی میکنه مثل ترکیه مثلا. ترکیه، آره ترکیه جایگزین شده، اصلا داره بازی میکنه. من همون موقعی که اسد رفت گفتم ترکیه من اصلا قبل از انتخابات ترکیه گفتم اردوغان میشه، دلایلش هم آوردم، گفتم قبل از انتخابات ترامپ اومدم صحبت کردم، گفتم ترامپ میشه، دلیلش هم به این دلیل به این دلیل به این دلیل. حتی زمانی هم که تیر خورد اینجاش رد شد اومدم در موردش صحبت کردم، گفتم اینا همش نشانه های مسیح دوم غیر یهودی، حالا این خودش ریشه یهودی داره
ولی میگن غیر یهودی، میگن این همون غیر یهودی است تو تا کتاب مسیح عهد قابل. عتیق نوشته. آره. اون منجی که میخواد بعدش بیاد، بعدش براش توضیح بده که بچه هم بدونه. در کتاب عهد عتیق، حالا من خیلی میان به من میگن تو که به دیندار نیستی چرا الان از یهودیت صحبت میکنی؟ من توی همین لایو صحبت کردم، گفتم قدرت دست چه کسی؟ زمانی که قدرت دست احسانه، من میرم در مورد احسان تحقیق میکنم، میگم خب احسان این رفتار رو داره، این رفتار رو داره، این من میتونم اینطوری باش تا بکنم، میتونم اینطوری در موردش صحبت بکنم. زمانی که قدرت دست بالفرض مثال یهودیاست، خب من ببرم در مورد کتاب، یه کتابی دارن بالفرض مثال مسلمان‌ها قرآن دارن، حالا یهودی‌ها یه همچین کتابی دستشونه به نام عهد عتیق، بعد برید اینا رو بخونید تا افکارشون رو باهاش آشنا بشید. در اونجا نوشته شده که دو تا مسیح غیر یهودی باید بیان، یکیش که خود کوروش بزرگ بوده و یکیش هم ترام میشه، تا مسیحی که از نسل داووده بیاد. این زمانی که بیاد یک دین جدید میاد. اصلا یک کتابیه به نام کمیته 300، این کتاب رو بخونید افکارتون تغییر میکنه. زمانی که این بیاد، حالا چه اتفاقی میفته زمانی که بیاد؟ دیگه حیوانات، سگها و گرگها دیگه گوشت نمیخورن، علف میخورن. خرسا هم مینویسه علف میخورن. اصلا این خوشحالی که در جهان اومده، این یکی از نشانه های اون مسیحه که بیاد. من میگم همه چیز دستکاری شده است، همینطوری نمیگم. و زمانی که بیاد یک دین جدید میاد. من 100 بار گفتم اسلام رفتنیه، چه اینطوری چه اونطوری. الان ما این فعالیتی که داریم میکنیم زبونی داریم مردم آگاه میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون یاغیایی که هستن در ایران، مسلمونا، هرج و مرج را نندازن. شاید ما همین الانش یه کسی رو آگاه کردیم که میتونست یه جهادی بشه در ایران در فردای آزادی. میدونی یعنی جون چند نفر رو ما نجات دادیم. یه دونه ماشین برمی داشت میرفت بین جمعیت، همین کاری که توی آلمان دارن میکنن و غیره. آره. ما با همین کاری که داریم میکنیم جون چندین هزار نفر رو داریم نجات میدیم و جلوی هرج و مرج رو میگیریم. این دین اسلام رفتنیه و دین جدیدی میارن که در سراسر جهان حاکم میشه و هم این دین ندانم گرا خودمون میشه. ندانم گرا میشه. آفرین. این واقعی واقع ندانم گرا. آره. آتئیست نمیشه، آره. ندانم گرا میشه. آتئیست با ندانم گرا فرق میکنه. این ندانم گرا میشه. خب ما و ندانم گراییم در واقع. ما میگیم آقا شما اگر خدایی هست بیا به ما نشون آره بده. آره دقیقا. و اینطوری میشه که خیلی چیزا در جهان تغییر میکنه و همش هم به نفع ماه، به نفع ماه. زمانی که این دین بیاد دیگه یهودیان اینطوری تون رو نمیمونن و اون موقع است که ما با آگاهیمون، اصلا این نوشته شده است، در تاریخ نوشته شده است که ایران دوباره آباد میشه و قدرت میشه. اینا در فکرشونه، در همون کتاب کمیته 300 هم نوشته که مرکز جهان رو بکنن اسرائیل. یعنی مثل یک کشوری میشه جهان که یک مرکزی داره، یک پایتختی داره، این میشه پایتخت جهان. ندانم گران بعضیا پرسیدن یعنی چی، یه توضیح بده براشون. ندانم گرا کسایی هستن که اصلا بیشتر دانشمندهای ایرانی ندانم گرا بودن. همون زکریای رازی هم ندانم گرا بوده، نمیدونن خدایی هست یا نیست. اگر کسی بیاد به ما ثابت بکنه ما میگیم هست، اگر کسی نتونه ثابت بکنه فقط تعریف بکنه خب نیست، ما قبول نمیکنیم. من احسان رو دارم میبینم، میگم یک شخصی به نام احسان وجود داره. زمانی که برای من فقط تعریف کردن از یک حالا موجود، هر چیزی که میخواید اسمشو بذارید، خیالی، برای من قابل قبول نیست. من الان توی خونم نور هست، حالا این خیلی ها هستن میگن که خب برقم آدم نمیتونه ببینه، برق قابل اثباته، باد آدم نمیتونه، باد قابل اثباته. اینا همه چیزاییه که بچه بازی شده، اینا همش قابل اثباته. ولی خدا بعدا میگن این جهان هستی رو خب آفریده. خب جهان هستی آخه مسخره بازیه. جهان هستی همش ثابت شده که ما در ادیان ابراهیمی میگن 6000 ساله که ما اومدیم توی زمین، روی کره زمین. میلیون ها ساله که انسان ها روی کره زمین هستن. اینا آره میلیون ها یا چند؟ نه میلیون ها. اون کره زمین بود چند میلیارد بود ساخته شده. آره. من برم یواش یواش بخوابم. یه موضوع دیگه هم تا حالا تا نرفتی توضیح بدم. یه عزیز کامنت
گذاشت ما راجع به حالا اسرائیل و سیاست و دولت ها صحبت کردیم، میگن که یعنی ما اعتماد نکنیم به اسرائیل. ببین بحث ما اعتماد به اسرائیل یا آمریکا نیست. تو سیاست به هیچ عنوان دوست و رفیق نداره. یعنی هر نداره. کشوری دنبال منافع کشور خودشه، دنبال خودشه. خب تو سیاست ما دوست و رفیق نداریم، اما بین روابط همیشه دوست داریم، کشورهای دوست داریم. اسرائیل هم دنبال یک کشور میگرده هم پیمانش باشه. خب نیاز داره، یک کشور غیر عرب هم میخواد. تنها کشور غیر عربی هم که هست تو خاورمیانه ایرانه. یعنی اسرائیل نیاز داره به یه ایران آزاد، ایران حالا هر چیز پادشاهی باشه. ولی من میگم پادشاهی، چون من خودم آقا قلبا دوست دارم ایران پادشاهی باشه. ما پادشاهی بودیم، باید پادشاهی باشیم، همینطوری ادامه پیدا کنن. شاهنامه داریم، جمهوری نامه که نداریم، یا نمیدونم چیزی دیگه، ولایت نامه که نداریم. ما شاهنامه داریم. شاهنامه باید ادامه داشته باشه. اصلا من یکی میگم از بفهم. مثلا یکی از چیزهایی که حقارت 1400 ساله ما رو نشون میده همینه که میگن شاهنامه آخرش خوشه. یعنی شاهنامه اگر که آخر. ما پادشاهی در ایران نیاد، یعنی شاهنامه‌مون دیگه ادامه پیدا نمیکنه. شاید خیلیا بگن آره محمد رضا شاه شاه، نه، محمد رضا شاه شاه ایران بود ولی مسلمان بود، این حقیقته. کسانی که در نادرشاه هم مسلمان بود، اینا در نادرشاه. ایران دوست بودن. رضا شاه هم مسلمان بود، اینا ایران دوست بودن ولی مسلمان بودن. به خاطر همینه که میگن یعنی شاهان شما هم مسلمانن. این ضرب المثل رو مسلمانای ایرانی گذاشتن، میدونی؟ یعنی شاههایی هم که در ایران هستن مسلمانن، به خاطر همین شما زیرمون حقارته هستید. ما شاهو میاریم و حتی اگر مسلمان باشه وظیفه ماه که قانعش بکنیم که دیگه مسلمان نباشه. آره. این وظیفه ماه. ما الان آماده میکنیم خودمونو مسلمان باشه. ما میتونیم بریم صحبت بکنیم، رسانه ها دستمون میفته، صحبت میکنیم. و شاه کسیه که همیشه پیرو مردمه. فرق شاه و سلطان، اینایی که میگن سلطنت طلب، اینا یک مش بی سوادن. اصلا سلطنت از سلطه میاد، ما سلطنت طلب نیستیم، ما پادشاهی خواهیم. اینا یک مش بی سوادن که منتقد بالفرض مثال پادشاهی شدن ولی نمیگن پادشاهی، میگن سلطنت، میگن سطلیا. ما سطلی نیستیم. شما سطلی که بیشعورید. شما کسانی هستید که فرق پادشاهی و سلطنت رو نمیفهمید. اصلا سلطنت رو قوم‌های مغولی آوردن توی ایران، سلطانات بهش میگفتن. یعنی سلطه داشتن به ایرانی ها که هر کاری میگفتن بعد انجام میدادن. حالا دوران فکر کنم سلجوقیان اولین بار اسم سلطان اومده، ولی کلا از همون سمت چیز میاد، از سمت سمت عرب مغولستان و ها. اینا میاد. تموم شده رفت. پس این ریشه در فرهنگ ما نداره اصلا. من خودم طرفدار پادشاهی ام و خیلی هم خوشحال میشم. نمیگم حتما باید پادشاهی بشه، باید انتخاب بکنن مردم ایران پادشاهی بشه یا جمهوری بشه. ما نمیخوایم دعوا بکنیم، ما با کسی دعوا نداریم. دعوا یعنی جنگ داخلی. ما داریم تلاش میکنیم که یه قطره خون ایرانی ها کمتر ریخته بشه، بعدم بیایم تلاش بکنیم که جنگ داخلی را بیفته. نه، من خودم علیه این میشم. ما پادشاهی خواه هستیم. من خیلی هم خوشحال میشم پادشاهی بشه ایران و امیدوارم که همین تلاشم هم میکنم. من زیاد به این موضوعات نمیپردازم ولی تلاشم هم میکنم که ایران پادشاهی بشه. دمت گرم کوروش. آره، زنده دمت باش. گرم. اگر سوال چیزی نیست من دیگه یواش یواش برم. یه سوال کوچیک داشتم حالا قبل از اینکه سوال بپرسم، میگم که لایو رو ذخیره میکنم، بعد تو یوتیوب میذارم اگر مشکل نداشته باشی. نه بابا، اگه میخوای با هم دیگه بزنیم، اگه چیز بود اوکی بگو با هم دیگه. حله، بعد با هم آره. میذاریم. از و همون جایی که چیز شروع کردیم صحبت بکنیم از همونجا ببر. آره از همونجا که خودت اومدی صحبت کرد از اونجا میبرم. من یه حالا مول... توی کتابخونم نبودم چون اینجا نشستم دیگه، نه داشتم راحت کتاب باش. میخونم، اومدم فقط درود بگم، نمیدونستم انقدر طول میکشه. عالیه اصلا. صحبتات کوروش انقدر خوبه، همه دوست دارن گوش بدن. خب حالا چه اون قسمتش که شاید برای بعضیا تلخ باشه چون واقعیته، چون اون قسمتش که بازم واقعیت و شیرینه. ما میدونیم ایران آزاد میشه، ما میدونیم حمله میشه و ما میدونیم ایران تجزیه نمیشه. بیبی هم داره برای همین تلاش میکنن، چون اینا نمیخوان ایران تجزیه بشه.
اینا مخالف من تجزیه ایران. اصلا من اینو میخواستم بهت بگم. ترامپ اصلا اعلام کردن که ترامپ میخواد حمله بکنه. یکی از دلایل این که ترامپ حمله نکرد تلفن نتانیاهو بود. آره. نتانیاهو گفت من دیوانه ای تو، ما 47 سال وایسادیم واسه این روز، یعنی آماده کردیم 47 سال این زمینه رو برای این اتفاقی که در ایران داره میفته. این برای امروزه. حتی شاه هم که اینا آوردن روی کار برنامه‌شو چیده بودن که جنگی را بندازه علیه شوروی و جنگ جهانی سوم را بیفته، شوروی از بین بره. از یک طرف دیگه هم به احتمال زیاد به اسرائیل هم قرار بود حمله بکنه. حتی آیت الله کاشانی کسی بود که برای هیتلر کار کرده بود، یکی از کسانی بود که مصدق آورد روی کار و بعدش با کمک همین شخص شاه هم اومد روی کار. این حقیقته. ببین فرق انقلاب الان با اون موقع چیه؟ اون موقع آخوندا کمک شاه کردن اومد روی کار. این حقیقته. حالا هر کسی هم میخواد خوشش بیاد میخواد بدش بیاد. به خاطر همین شاه مجبور شد به اینا باج بده، چون اگر میدونست اگر آخوندا رو بخواد دستشون رو کوتاه بکنه دقیقاً بلایی که سر پدرش آوردن سر اینم میارن. به خاطر همین این کارو نکرد. آخوندا رو گذاشت موند، ولی شروع کرد ایران رو آباد بکنه. خلاف تجربیات داره دیگه. مثلا تو یه کاری میکنی میبینی باخت میدی، سری بعد میگه خب من توی اینجا یه باختی میدم ولی از این ور سود میبرم. باخته رو به تن میخری، یه راه دیگه ای نداری. شام همین قضیه اتفاق افتاد. ولی این سری انقلابیه که مردم دارن انجام میدن، یعنی آخوندی در کار نیست. آخوند یعنی حذف میشه. این آخوند حذف اسلام هم شده است. هست میشه با آخوند. آره اون که حذف شده است. آخوند از اینجا حذف شده. یعنی این قیامی که الان داره اتفاق میفته با اون چیزی که مصدق از ایران بیرون، یعنی از قدرت آوردن پایین، این فرق میکنه. اون انقلاب در حقیقت یک انقلاب ملی آخوندی بود یا آخوندی ملی بود، چون بیشتر تاثیر هم آخوندا داشتن، مردم آوردن کف خیابون. ولی الان مردم خودشون اومدن کف خیابون. این انقلاب کاملا ملیه. این فرقشه. خیلی دمت هم گرم. امیدوارم عزیزم. اگر یه چیزی نیست من برم. فقط یه سوال کوچولو داشتم همون نپرسیدم. برای این اعدامیه‌ای که الان قرار اعدام کنن ما چی کار میتونیم کنیم به نظرت؟ یه هم فکری بریم کف میکنیم. خیابون. کف خیابون فقط و فقط کف خیابون. بعد ما بریم در اروپا کف خیابون. زمانی که اروپایی‌ها ببینن مردم ایران زیاد کف خیابونن زور به جمهوری اسلامی میارن. اینا اگر به جمهوری اسلامی واقعا بگن، میگن ها، زبونی میگن ها، واسه رسانه‌های خودشون میگن، اما اگر واقعا به جمهوری اسلامی بگن اعدام نکنید، جمهوری اسلامی اعدام نمیکنه. زبونی نباشه، عملی باشه. الان 2 نفر قراره تا چند ساعت دیگه اعدام بشن. اینا رو اصلا آدم نمیدونه با چی کار بکنه. بگم استوری بذارن، آخه تا کی ما استوری بذاریم؟ استوری گذاشتن که دردی رو دوا نمیکنه. دردی رو دوا نمیکنه. ببینید اصلا توی زبان فارسی که ما داریم صحبت میکنیم، اینا برای خودش توی زبان الگوریتم داره. هر بسیار من اگر به زبان آلمانی شروع بکنم صحبت بکنم، این حرفایی که توی زبان فارسی ما داریم میزنیم خب درجا حذف میکنه. در زبان آلمانی درجا حذف میکنه. حتی من ترجمه هایی که به چت جی پی تی میدم به فارسی میدم راحت برام درست میکنه. اگر به زبان آلمانی بگم بهترش بکن، یه متنی رو حذف میکنه. من به فارسی دادم، چیزایی به فارسی دادم به چت جی پی تی، گفتم آلمانیش بکن، حذف کرده. اما خیلی از متنا رو از آلمانی گفتم به فارسی ترجمه بکن، عین همون ها بودن، حذف نکرده. خوام بهتون بگم در زبان فارسی ما صحبت بکنیم، استوری بکنیم، اینا رو همه رو ایرانی‌ها دارن نگاه میکنن. میدونی تأثیر روی اینجا نمیذاره. ما فقط تأثیرمون رو توی کف خیابون ها میتونیم بذاریم، نه ایران ها، اینجا خارج از ایران. فقط همین. اینی هم که 2 نفر دارن اعدام میکنن، خب ما هم فعالیتمون برای همینه که اعدام نکنن. خیلی بیشتر از ایناست. انقدر هستن که گمنامن گرفتنشون و یواش یواش دارن میکشنشون. این حقیقته. این حقیقت دیکتاتوراست. حالا اسلامی هم که باشه چه بدتر. ما دقیقاً. ما تنها کاری که میتونیم، من به حساب خودم سر کار میرم، خیلی وقتا شده شب کار بودم تا شنبه صبح رفتم سر کار، بعدش
رفتم تظاهرات، یعنی 3-4 ساعت خوابیدم، پا شدم رفتم، هر سری هم شهرمو عوض میکنم به خاطر امنیتم. میدونی میگم آره. دیگه چه کار بکنیم دیگه، ما دیگه همه چیزمون رو گذاشتیم دیگه، نمیدونم دیگه چه کار باید بکنیم. هر کاری از دستمون بر بیاد دیگه انجام میدیم دیگه. دمت گرم کوروشم. زنده باشید، زنده باشید، هر جا عزیزم. من باشید، شبتون شب هم روز بخیر. خوش. بدرود همراهیتون. بدرود. عزیزم. بدرود. قربانت. بدرود.